پدیده سکولاریسم و شناخت آن. بخش پنجم. کلیسا و عملکرد منفی آن سبب اصلی ایجاد حرکت سکولاریسم در جوامع غربی شد و رجال دین منسوخ شده یهودیت و نصرانیت با اجرای آموزه‌های ناکارآمد و باطل خود زمینه‌ساز گسترش سکولاریسم و مفاسد عمده آن در جامعه غربی شدند. محمد علی البار، نویسنده و پژوهشگر اسلامی، در این مورد می نویسد: منشأ و سرآغاز علمانیت دور از دین و متضاد آن بود. علت رشد این حرکت نیز سیطره کلیسا و عقاید دور از عقل آن، فساد مردان کلیسا و سیطره آنها بر حکمرانی، نبرد آنها با علم و استبداد بود. هربرت جورج ویلز، نویسنده غربی، می نویسد: قرن 13 میلادی شاهد پیشرفت نظام جدید در کلیسا عبارت از محکمه تفتیش عقاید بود. این تصریحی است بر آنچه که کلیسا و مردان دین مسیحیت بر سر مردم جامعه خود آورده بود و زمینه ساز شکلگیری و جهش حرکت سکولاریسم و سیطره آن بر ممالک غربی شدند. همه این موارد فراخوان‌های کلیسا برای دوری در دنیا و دور شدن از شهوات بود، اما هرگز به آن مضمون و مفهومی که در دین مبین اسلام به آن پرداخته شده است نبود، زیرا اسلام عزیز زهد در دنیا و پرهیز از مادیگرایی را به معنای آخرت شناسی و در نظرگیری رشد و ترقی معنوی می‌دانند و دنیا را ابزار برای ساختن زندگی آخرت و کسب مقام بالا در آن می‌دانند و هیچگاه مخالف پیشرفت و ترقی دنیا نبوده و گوشه‌نشینی از دنیا و اجتماع را نمی‌پذیرد.